سلام میگویم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه لذیذ با جمشید است چون همیشگی رسیدیم به دیداری هم دیگر و امروز مهمون نوبتی من یک سراینده هست که سرودهای بسیار جذاب دارد و من باوری کامل دارم که در دوامی برنامه این سرودها رو زمزمه میکند به طور زنده. اینم باشد قابل جان ظریف هستند امروز مهمون ما. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه. خوش آمدید به برنامه لذیذ با جمشید. در آغاز شما امکان دارید که با تماشابینان شبکه سفینه با مخلصان خودتان یک سلام خاصه خودتان رو رسانید. مرحمت. برای تکلیفتان تشکر میگویم در برنامه لذیذ با جمشید. سلامت باشند. و سلام و درود خودم را به کلی تماشابینان تلویزیون سفینه میرسانم و امروز من در خدمت مخلصای عزیز هستم. سلامت باشید. خب بیننده ها به صبرانه انتظارند که خب اکنون سرودهای شما رو میدونند. درباره سرودهایتان باز گفته خواهیم گذشت در دوامی برنامه و امروز بیننده ها به صبرانه انتظارند که قابل جان ظریفов کدام خوراک رو آماده میکند و بعضیشون الکی من فکر میکنم که پای بردند از آن محصولاتی که خب روی میز ما هستند. به هر حال کدام خوراک است امروز؟ طعامی که من امروز پیشکشی مخلصان میگردانم مرجومک پلاو است. خیلی خوب دوستان عزیز، شاید بعضی شما خب نفهمید که مرجومک پلاو چگونه است. خب با اصطلاح میگن گریچکا پلاو. همین مرجومک پلاو ترجمهش مرجومک می شود. از همین لحاظ امروز آماده میکنند گریچکا پلاو یا خود مرجومک پلاو قابل جان ظریفov. برای این محصولات ها می رود اساسش خب با اصطلاح گفتیم گریچکا یا خود مرجومک، بعدن سبزی، پیاز، کارتوشکا، گوشت نخود و برای خوریش ها سبزیجات تر و تازه. دوستان بعد از یک لحظه خیلی کوتاه برمیگردیم و شروع میکنیم. رو همراه باشید. این برنامه لذیذ است از شبکه سفینه. اکنون من به شما میدیم خب این رو یعنی کارتوشکا و پیاز رو شما میده میکنید آغاز میکنید. همینطور هست. خب راحت باشید و من شروع میکنم با میده کردن گوشت. همینطور میشود. خب چگونه میده کنم گوشت رو؟ میده یا که کلانتر به فکر شما؟ کلان هم میشود. میده تر کنید. یعنی فرقی نداره. یک به یک مرجومک پلاو میشود. خب دوستان عزیز، برای گرم شدن انا دیگی ما میگذاریم دیگ رو گرم شود و الکی شروع کردن قابل جان و از ریزه کردنش معلوم است که مهارت و ملکش مثل خودم است. یعنی ما منم مخلصی برنامه شما هستم. یعنی با اون خاطر میگویم که من و شما در این چی میگویند ساحه هوسکار هستیم. یعنی خوراکایی که مادران ما بانوان ما آماده میکنند و در رفتی تیار کردن میبینیم که چگونه با مهارت بلند چیکار میکنند. خوراک رو آماده میکنند. ما باشیم کمک از جهت سرعت سست‌تر. خب قابل جان، عینی حال این شب روزها با چیکار مشغول هستید شما؟ در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنید. چگونه است عینی حال خب کار در این درگاه پرجوش و خروش می رود؟ البته مشکل کنید پرجوش و خروش. خیلی خوب. خب منطقه که شما با وی رسیدید این کدام منطقه هست میتیم؟ منطقه کوهستانی زرافشان میگویم. زرافشان. یعنی از همین منطقه نفران زیاد همچون سراینده معرفی شدن. البته. خب چی باشد سببش؟ سببش باد و هوای همه کوهستان و باد و هوای کوهستانی تاجیکستان عزیز. خیر. تاجیکستان همه وقت میگم بیشتر روی دنیا تاجیکستان. درست است. شکری هر یک پاره این نام میکنم، شکری خاکی تاجیکستان میکنم. تاجیکستان این دل و جانی من است، شکری هر یک خانه ای آن میکنم. سلامت باشند. سلامت باشند. واقعا تاجیکستان همین تمام انمون مناطقش زیبایی خود را دارد و هوای تازه، مثلا آبهای بسیار مصفا، شفا بخش واقعا هم خیلی خوب. و یعنی از اوان کودکی همین شوق بود در دل شما؟ شوقی از همون خوردی من
آوازخوانی میکردم جمشید جان. از خوردی یعنی خوردی گفته چند برنامه‌های- سالگی رو در نظر دارید؟ همه باور کنید چقدر من چقدر روان من ازم شما آزی. بینید کمتر دیگه همه شد بس کمتر نیست؟ میشه نه بس کمتر دیگه دیدید کمک دیگر ریزم ها؟ شد خب یعنی اول از بالا خوردی بیاد. گفته چند سالگی رو در نظر دارید؟ از اون چخیل گویم همین خوردیم بود از من 8 سالگی خیر از من 8 سالگی آواز آمد همین من چخیل گویم همین خودم شناختم و من همین آوازخوانی میکردم خیلی عالی خیلی خوب. باور کنید نه جمشید جان یعنی که در مکتب میونه در همون البته ها چورابینی های مکتبی فعالانه من شرکت فعالانه می‌کردید؟ اشتراک میکردم خط سرود میخوندم یعنی شما در اویلتون هم شما هم برادرتون برادرانم همین 5 پسر و یک خواهر یک خواهر دختر. هست یک بله. دختر خب. 5 پسر و یک دختر همون خواهر که من آوازخوانی میکرد یعنی همتون این مهارت رو داشتید؟ همه آوازخوان هستیم چون دهی ما از اون دهه هنرمند اتحاد شوروی استاد جوربک مرادov از اون دیوه به وای رسیدن خیر خب گفتم که اون باد و هوای بسیار همون چشمهای صاف بود سلامت باشن. که همین به همین روز ما رسیدیم. خب از عنوان کودکی شما رو نمیگفتن مثلا بعد ختم مکتب میونه آمدید به مرکز به شهر دوشنبه سالی به البته دل تاجیکستان و وای، شما رو وای، سوال نمیکردن که خب برادر شما تاجیک هستید یا اینکه یگون ملت دیگر همین سوال رو ندادن؟ نه البته کمتر هم زردینی که بودم بله. بعضی آدم خیال میکردم که من روس هستم راست میگی نه که وقتی که تاجیکانه سرود میخوندم همین باور کنید 2007 هم یک بار همین تهران هم رفته بودیم ایران خب در همونجا هم سرود خوندم همه حیران مونده بودن وقتی من لباسی تاجیکانه پوشیده برآمده سرودی تاجیکانه خوندم همه در حیرت موندن گوش رو میاندازید. گوش رو میاندازیم خب یک چیز دیگر دوستان عزیز صدای اینکه ما همین داریم ببینید. یک دقیقه خب کمتر در اینجا دیگه کمتر پستم نمیشود این فقط من میگویم این رو در نظر من است یا اینکه دیگرها نیز گفتن که شما سخت مانندی دارید با یکی از سیاستمداران روس گنادی زوگانوف بله این رو دیگر نفران نیز گفتن گفتن در برنامه‌ای که بعضها میرم میگویند که کمتر مانند هستی که آدم با آدم مانند میشود بله خیلی خوب یعنی مانندی نیست دارید خوب خیلی خوب مانندی دارید بسیار نزدیک دوستان برمیگردیم و خوراک من الکی گوشت رو ریزه کردم و گوش کمتر تفتی خورد خب سرخی خیلی شد من کمتر گوشیدن که این گرشکی یک به یک میگه چی بگم هم مرجونک پلوی یک به یک میگوید خیلی خوب بلندتر میکنم هم اگر بلند میکنم این رو اینه که من همین گرش کبرا و همین خدمت پزم که منگی هم فرزندم میگم تیز همین دادا جون تمام تیار شود که بسیار بلندت میپذید برای همین گرشکی من نه هر یک نفر هر یک مرد مثلا یک خوراکی رو آماده کردن میتواند بسیار عالی ها یعنی دیگر خوراک رو میتواند فقط یک تاش رو بسیار عالی شما مرجونک پلو و یا خود گریچکا پلو خیلی خوب خب در وقتی برآمد کردن حتما شما باید که استعمال کنید خوراکیون که نه چگونه است نه من سوال رو با قریب تمام میهمان هایی که سراینده هستن میدیم من بعد از برآمد همین استعمال میکنم یعنی شما نه خیلی خوب خیلی خوب چون که همین چون آزادی بعدی که برآمد کردم بعد خوراک‌های ملی خودمان وای در روی و برای همین من میگم که باز میگم تاجیکستان در حقیقت بهشتی روی دنیا سلامت باشید سلامت باشید خب قابل جان همه سراینده ها احترام میکنند شخصیت های سراینده های بسیار بزرگی ما رو ستاره های ما رو که مثلا سهم بسیار ارزنده خود را گذاشتن در همین صنعت ملی تاجیک و شما باز بیشتر حرمت احترام دارید نسبت همون ستاره های صنعتی که سالهای مثلا زیاد 70 80 90 بله
تو هول در خدمت مردم بسیار هستم. بله در خدمت مردمان بسیار احترام میارید. مثلا البته. من بارها شنیدم که درباره ظفر ناظم شما چه خیلی احترام بجا میارید. مثلا بسیار سخنهای نیک میگویید. وقتی سخن میرونید شما واقعا هم همون فرو میروید به همون تعریف توصیفی همین نفر. یا که درباره مثلا جورابک مرادov آدین هاشمو آدین هاشمو من شکرانه میگم جمشید که از همین سه ستاره صنعت ملت تاجیک من دعا گرفتم. این همون دعاهای همونها بود که من به همین روز رسیدم. من مردم شناخته بگه از پیر دعا گرفتنم یک دولت میگویند. برای من همین شکرانه میکنم که و طی چندین سالا با همین استاد ظفر ناظم راهبری به دیما بودن. در صحبتشان شدم بسیار یک چی گویمتونه همین شکرانه میکنم که از همین باز تکرار شدم میگم که از همین سه ستاره ملتی خلق تاجیک من دعا گرفتم. سلامت باشم. فرصتی اون رسیده است که پیاز رو اندازیم. خب میمونیم پیاز کمتر آمیخته میکنیم. مخته میکنیم هم روی گوش این طرف میگونیم. رو پیاز که کمتر پیازم سرخ شود بعد ما سبزی و کارتوشکه همون میراثی که شما دارید مثلا شما سراینده و فرزند شما نیز کامیل جان ظریفوف یکی از سراینده‌های جوان و امیدبخش است که خب از همین سن و سال جوانیش نگاه نکرده الکی دایره مخلصان خود را دارد. بسیار یک جوان کوشش میکردگی است، کوشش میکند، تکاپو میکند، صورت‌هایش نیز خیلی خوب است و در همه جا همه وقت مثلا با شما است. در پهلوی من است. خب این رو شما گفتید که مثلا باید که من روش شگم اول خواستم نه که کسب آموزد. کسب هم گرفت در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان اونجا خان و حاضر کار میکند. و نه که همین باز همین خواست که در پهلوی من باشد. من اول گفتم که نه بیا همین صنعت هم بسیار هر خودش هم حاضر دیده ساده است. یکی گفت من نه من میباید در پهلوی شما باشم پدر جان. یکی مادرش گفت بعد مادرش هر روز گفت که بیا دکم همین شانسی چی گویم یک شانس دید امکانیت دید. گفت وقتی که همین سال 1996 خورد بود وقتی که برآمد همراه سرودی صبرگله خان دیدم که مردم قبول کردن. بله همین آوازخوان هم مردم قبول کند. درست است. آوازخوان با مردم باشد. هم مردم که قبول کرد راه صنعتکار شاده میشه جمشید جان. خیلی خوب. برای من این از اثر خودم گذشتگی است. برای همین دیدم که مردم قبول کرد و امروز گردی نام پدر چی میگردی میگم پدری خویش اگر مردی. خیلی خوب. برای امروز همه وقت من از وای بسیار راضیم که در همین حاضر زمانه بینید همه تکنیک پیش رفت دیگه. یعنی همراه چند کنسرت ها کردم همیشه خودش صحنه آرایش داد. امروز من شکرانه میکنم در پهلوی من فرزندم بهترین و آینده هم میخوام که برای ملتی همین تاجیک برای ملتی تاجیک هم خدمت کند. سلامت باشم. خب خوراکایی که خودتون آموده میکنید با اشتیا استعمال میکنید یا نه؟ البته همین طور است. گریشک پلو و همه دوست میدارم. تمام خوراک‌های ملی ما من دیدم گفتم که من بسیار بعد از مرجومک پلاو گریشک پلاو بایسیلو باز کدام خوراک‌های ملی رو شما دوست می‌دارید استعمال کردنش رو؟ اوگرا پلاو نه میتونم. خب خوراک‌ها من دوست می‌دارم. خوراک‌ها تمامی از همه بیشتر نکه همین آشی طرفی ما با آشی سیوق میگن هر آشی سیوق میگن آشی توپه میگن اینجا اونجا با هم میدونید یک علفی بسیار بولذت است بوش هم خوشرو خوریاگ میگن ایشون میگن. اکنون من یک فکر دیگر دارم بسیار دوست می‌دارم. بله وقتی همین در خانه باشد که سحرم نیستی روزی هم باشد دیگه هم باشد من دوست می‌دارم. دوستان بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و مهمانی من هستند ببخشید کامیل جان ظریفوف و یک نفری که واقعا هم در برابر صورت‌های بسیار جذاب داشتنش خوراک‌های بسیار لذیذ آماده می‌کند. این پیش از صبح به من گفته بودن که من بسیار خوراک‌های لذیذ آماده می‌کنم. چگونه لذیذ است امروز مرجومک پلاو یا خود گریچکا پلاوش در آخری برنامه می‌چشیم و به شما می‌گوییم. از آب نان خانم شکرانه می‌کنم
از آبنانی خانم شکرانه میکنم، از طفلکانی لانم شکرانه میکنم. ما را وطن چو مادری غمخوار مشفق است، بر مادری یگانم شکرانه میکنم. ما را وطن چو مادری غمخوار مشفق است، بر مادری یگانم شکرانه میکنم. بر مادری یگانم شکرانه میکنم. واقعا هم بسیار هم صمیمی روی دنیا باور بله بله شکر باید کرد از این آبادی، از این آزادی، از این پیشروی ها. واقعا هم شخص باید به قدر همه همین رسیده شکرانه کردن در کار رسد و ما یک چند روز پیش از 29 سالگی استقلالیت دولتی کشورمون جشن گرفتیم. سال آینده 30 سالگی می شود. بسیار یک پرشکوه می شود. پرشکوه می شود. خیلی خوب. البته خیلی عالی. خب چیکار میکنیم اکنون؟ بعد از اون که سبزی رو میاندازیم. وقتش رسیده است. رسید. احتیاط کار باشید کمک نریزد. خب دوستان عزیز، ما زودک گفته میگذاریم چیکار کردیم. روغن تصفیه در دیگ، بعدا گوشت رو انداختیم، یک 4-5 دقیقه بریان شد، بعدا پیاز رو انداختم قابل جون، بعدی وای یک 5-6 یا 7 دقیقه بریان شد پیاز و گوشت و بعدا چیکار کردیم؟ سبزی رو انداختیم. و کمتر نیست؟ نه بس همراه یکم کفایه است. نه کفایه است. خیلی عالی. ما کارتوشکا رو میاندازیم. خب در بعضی جاها شاید شما کارتوشکا ناندازید، ولی کارتوشکا میاندازند قابل جان. نخودم من اینجا با نخود هست. نخود رو در همین نخود رو همونطور میاندازیم. خب اینم آمیخته میکنیم. شما راست گفتید که سبزیش که فکرم کم آمد که کم بسیار هم شما من به همونطور دیگه سبزی رو. دوستان من اکنون شاید بعد از چند سال امکانیت پیدا شود که شرکت های انمون تلویزیون استیصال میکنند بوی انمون برنامه پخت و پزی رو انیقترش داده تواند به شما. یک بوی بسیار لذیذ فرا گرفته است انمین استودیوی ما رو. باور کنید هیچ نگفتنی. من باوری کامل دارم که خوراک بسیار خوب، لذیذ، با مزه میبراید، میپزد. نمک هم آمیخته میکنیم. مرحمت. نمک کلان خوبتر است فکر میکنم. فرصتی اون است که نمک رو علاوه میکنند قابل جون و کمتر کن دم میاندازیم. یعنی که کمک باید که بریان شد. سرپوش رو میاندازیم. کمتر دم میگیرد دوستان. سرپوش رو محکم میکنیم. یعنی چند دقیقه باید که زیربک ما بریان شود؟ 10-15 دقیقه زیربک بریان میشد. ما آب رو میاندازیم. خیلی خوب. آب رو میاندازیم. وقتی که آب جوشید بعد گریشکه رو یعنی مرجومک رو میاندازیم. خب یک چیز دیگر در توی معرکه ها، در توی معرکه های نزدیکان دوستان وقتی شما رو دعوت میکنند یک سرودی بسیار جذاب دارید که من در چند همین معرکه هایی که بودم همچون میمون دعوت شده بودیم. خب 2 3 نه 4 مرتبه 5 مرتبه همین سرود رو چیکار میکنن از شما درخواست میکنن. بله یعنی کدام سرود است و یک زمزمه میکردید که بگذار مردمون نفرانی که ما رو تماشا دارند الکی پای برن که کدام سرود است. شما فهمید دوستان عزیز، بیننده عزیز، کدام سرود است این؟ سرخه یکم خواست دوره پیش سرودی وای بود، دختری ارمیتنی بود. بله سونی آمدم یک سرودی نو من پیشکشی مخلصان کردم که هم بسیار در دل دیدی مردم جاش جورجان باغت. انا همین رو من در نظر دارم که سلامت باشید. این کی ایجاد شد و چگونه شد که بسیار یک سرودی رقصی است. و یک سال پیش همراه شاگردم برادرم همین سید احسان مقصود من پیشکش
پیشنهاد کرد که خب همین سرود خوانید. خواندم همین باور کنید خودم که در وقتی که درمان وقتی که ما در یعنی سبد خوانده ساده بودم در خودم هم بسیار مخور شد یک شکل یک بله یک احساس هنگام سرویدن همین سرود رو نیست شما خودتون نیست با رقص می‌دروید همین مخلصان هم معقول می‌شود سونه بینم که همین در امروز همین سرود باز من مردم و مخلصان به نزدیک کرد که با همین سر می‌شود جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ جفتی بلبلای جان جوره جان باغت پر گلای در درونی باغ جفتی بلبلای. سلامت باشید سلامت باشید و دوستان عزیز خوب کمتر من کومم که با کمک میکنم اون نفرانی که اکنون به شبکه ما پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه با لذت ترین سفینه را تماشا دارید و این برنامه هست لذیذ با جمشید که در اینجا میمونان بسیار اولی قدر ما اومده خوراکای بسیار لذیذ آماده میکنند و امروز میمونی من هستند قابیل جان ظریفов هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان و آماده میکند مرجمک پلو یا خود گریچکا پلو. دوستان عزیز تشکر که با ما هستید و اکنون من فکر میکنم که وقتش جمشید جان عزیز من زیربکی مویم تیار شد یک روبایتی زرفشان یادم به اومد خب شب نیمی شب است شده از دنیا جیم جیم من پیشی تو مفرام ای گل خونیم زیربک بدرو نیدک بیغ بیغ دارد سیم سیم درتا کشا من هستم سیم سیم آیا بهترین بینید که در همین زیربک مایم تیار شد انکم ما چکار میکنیم وقتی اون رسید مرجمک رو میاندازیم وقتی اون رسید که مرجمک رو میاندازیم خب مرحمت نه من کمک میرسونم شما این خیلی کنیم خیر نه کمتر دیگه آب کمک دیگر آب چقدر باشه کمتر دیگه آب اندازی من حاضر میگویم تونه شد تمام دوستان حاضر اکنون فکر میکنم که بلندتر کنیم یا پستر چی فکر دارید 8 بمونه نباشه 8 خب انکم ما خوراک ما قریب تیار میشه دم میاندازیم 10 15 20 دقیقه خدا خواهد خوراک ما تیار میشه خیلی عالی دم میاندازیم دوستان و اکنون چیکار میکنیم مرحمت بعد از یک لحظه برمیگردیم باز ادامه میدیم برنامه رو با ما باشید دوستان عزیز اکنون بالاخره پورا آماده شد گریچکا پلو یا خود مرجمک پلوی ما و فرصتی آن رسیده است که چیکار میکنیم با طبق میبرداریم واقعا هم دوستان عزیز از بویش اگر بودیم 5 مرحمت دوستان عزیز بینید
چگونه یک نمای زیبا را کسب کرده است این خوراک ما و بعد از یک لحظه کوتاهک میچشیم با قابل جون و میگوییم که چگونه لذت چگونه مزه دارد خوراک ما. مرا همراه باشید. دوستان عزیز، فرصت فرا رسید و ما میچشیم و میگوییم که چگونه مزه و لذت دارد. مرحمت، با اشتیاق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. میچشیم و میگوییم اکنون چگونه لذت دارد. اگر با هم خوریش با خوریش باز بسیار با لذت میبیاد. جمشید جان واقعا هم بسیار طبع دیل، بسیار چی میگویند لذیذ و نخود نیست با باز یک طعم دیگر میبخشد. برای من خودم اومخته کردم که چقدر با لذت میاد. بسیار همه همین محصولات که وارد کردند یک مزه به خود خاص رو کسب کردند و یک مزه غیر عادی دارد. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. تشکر که یک خوراک بسیار لذیذ آماده کردید. و در آخر چی گفتنی هستید؟ میخوام تاجیکستان آباد باشد. باز باشید. همان میگم که شکری هر یک پاره نام میکنم. شکری خاک تاجیکستان میکنم. تاجیکستان این دل و جان من است. شکری هر یک خانه آن میکنم. سلامت باشند. سلامت باشند و بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه لذیذ با جمشید. من فکر میکنم که این خوراک رو بیشتر آماده میکنند. خب بیننده های ما و خوراکی که امروز قابل جون ظریف آماده کردند باور کنید بسیار لذیذ و با یک جهان احساس مهر و محبت آماده کردند. بیننده های عزیز، بار دیگر ما مهمون خود را خوش آمدید میگوییم و اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم باشید، همیشه خوراک‌های تاجیکی را استعمال نمایید و خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. همش خوب میشود. خیر دوستان.